قبل اینکه بخواید دستگاهتون رو بفروشید یا تعویضش کنید با PS5 باید این کار رو انجام بدید. باید به حالت کارخونه برش گردید. برای این کار میایم به قسمت ستینگ رو انتخاب میکنیم. بعدش میایم این قسمت آخرین چیزش اینیشیالایزیشن، میریم داخلش اینیشیالایز PS4 رو میزنیم، واردش میشیم. اینجا دو تا گزینه داره. کویک داره که فقط دیتا رو از روش پاک می‌کنه، یه سری دیتایی که ما واردش کردیم. دومیش فوله. ما الان میخوایم فول انجام بدیم چون از اینو از یکی خریدیم و میخوایم برش کردیم به حالت کارخونه‌ای. فول رو میزنیم، میایم گزینه وسط. اگه نگاه کنید گزینه وسط رو انتخاب میکنیم، بعدش هم یه دونه یس میزنیم. یه خود زمان میبره ولی انجام میشه، حدوداً بعضی وقتا 2 ساعت. اینجا هم همین، فقط اگه اومدش همین چیزی اوکی رو میزنیم و دوباره یس. یه خود زمان میبره، بعدش هم دستگاهتون به حالت کارخونه‌ای برمیگرده.